اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز شنبه. شماری از علمای کرام و سران قومی ولایت فاریاب در دیدار با معاون اداری ریاست الوزراء آقای مولوی عبدالسلام حنفی از تلاش‌های مسئولین امارت اسلامی در تامین امنیت و ارائه خدمات به مردم قدردانی نمودند. وزارت دفاع ملی میگوید معاون لویدرستیز اردوی ملی اسلامی آقای حاجی مالی خواند و هیئت همراهشان از قل اردوی 215 اعظم دیدار نمود. از سوی ریاست تعلیمات قضایی ستر محکمه در ولایت ننگرهار سمینار قضایی در روزه به پایان رسید. در سال آینده 1402 هجری شمسی کار دو پروژه مهم نیمه تمام در ولایت تخار آغاز می شود. شاروالی کابل می گوید در 11 ماه هود سال 1401 هجری شمسی طی یک سلسله مراسم کمپاین ملی نهال شانی توسط اداره ملی محافظت محیط زیست و شاروالی کابل تحت نام پیروزی و توسعه آغاز گردید. با حاکمیت امارت اسلامی یک تعداد از کمپانی های خارجی علاقمندی برای سرمایه گذاری در حدود 10 میلیارد دلار در افغانستان را نشان داده است. وزارت امور داخله می گوید 279 تن پلیس پس از آموزش 45 روزه مسلکی و عقیدتی از مرکز آموزشی و تعلیمی پلیس ملی اسلامی پروان فارغ گردیدند. سرپرست وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر در جریان سخنرانی در شفاخانه 5000 بستر گفت شما حیثیت فرزندان مسئولین امارت اسلامی را دارید و فراهم نمودن زندگی مرفه از مسئولیت نظام امارت اسلامی برای شما می باشد. سخنگوی قماندانی امنیه ولایت هرات می گوید در نتیجه عملیات نیروهای ویژه در ساحه حوزه چهارم 6 داعشی کشته شدند و می افزاید در این عملیات تعداد اسلحه و مهمات نیز به دست آمده است.